بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان شبکه 3، همراهان برنامه فوتبال برتر ویژه جام ملت‌های آسیا. به مصاف تیم فلسطینی میره که رامی حماده رو توی چارچوب دروازه خودش داره. تیم ملی ما کاملا هجومی است در مقابل فلسطین. حمله اول واسه ماست، ارسال در دهانه دروازه، فرصت داره ایران، میریم واسه گل اول و چقدر زود دروازه فلسطین رو باز کرد کریم انصاری فرد. 1 دقیقه تیم ملی ما زمان میخواست تا دروازه فلسطین باز بشه و بازی 1-0 به نفع ایران بشه. محمد رشید، یاسر حامد، اودی خروب، مصعب بطات، سامر سیام، محمود ابووردا، کامیلو سالدنیا، شهاب قنبر، زید قنبر و ترمانینی 11 احمد فلسطین هستن که این گونه دروازه‌شون تو همین دقیقه اول باز شد. ایران 1-0 جلو میفته از فلسطین. دخالت میکنن بازیکن تیم ملی ما، توپگیری عالی در زمین فلسطین. مهدی قائدی و ضربه‌شو میزنه مهدی قائدی و توپش تو چارچوب نیست. بازیکن‌های سرزم توی محوطه جریمه جا عوض میکنن. شجاع خلیلزاده، کریم انصاری فرد، مهدی طارمی، سعید عزت‌اللهی همه هستن اونجا. داور سود زد، هایصفی رد شد، قدوس یه ارسالی دروازه، فرصت داره ایران، گل برای ایران. شجاع خلیلزاده دروازه فلسطین رو باز میکنه. این نکته هم سریع گفت کریم انصاری فرد به کادر فنی رفتن امید ابراهیمی رو بلند کردن تا احتمالاً تغییر در ترکیب تیم ملی ما صورت بگیره. یه پاس بلند به سمت چپ، مهدی قائدی ثابت توپ رو پاش رفته اونجا. مصعب بطات یه پاس رو به عقب برای احسان حاج صفی توی محوطه رو یه نگاه انداخت. یه ارسال خوب روی دروازه روی تیر دورتر برای جهانبخش و ضربه سری که میزنه علیرضا جهانبخش توپش به بیرون رفت. ترمانینی اشتباه کرد، جهانبخش پاس عالی و جبران کرد خطای بازیکن خودی رو رامی حماده و توپو از مقابل پای مهدی طارمی دور کرد. پاس برای جهانبخش، تکلی بلند محمد رشید، بار دیگه واسم جهانبخش روی پای چپ، پاس عالی برای بازیکن‌های خوب تیم ملی ما. فرصت هست و حالا بازی میشه 3-3. مهدی قائدی هم پاش به گلزنی باز شد مقابل فلسطین. پاس خوب جهانبخش برای مهدی قائدی و بدین شکل دروازه باز شد. فلسطین حمله آخر رو شاید با هم دیگه الان میبینیم. یه رساله بلند روی دروازه ایران، ضربه سر سعید عزت‌اللهی رو به عقب، گل برای فلسطین. دروازه رو باز کرد تامر سیام و چه خوشحالی میکنن طرفداری فلسطینی حاضر تو ورزشگاه. حمله آخر یک گل توش بود و فلسطین به گل اول این تورنمنت هم میرسه. مهدی طارمی است که تصویرش رو میبینیم. جهانبخش و هایصفی هم هستن، میکنم واسه سعید عزت‌اللهی و ضربه سعید عزت‌اللهی در چارچوب نبود. خوب بود کار بچهای ما. حرکت جهانبخش، پاس عالی داخل محوطه تیم ملی فلسطین، میریم واسه گل بعدی. فرصت داره ایران، گل برای ایران. دروازه رو باز کردن ملی پوشان ما. 4-1 بازی 4-1 میشه و پاقدم سردار خوب هست برای تیم ملی فوتبال ایران. چه پاسی داد سامان قدوس، چه ارسالی داشت صادق محرمی و سردار به موقع خودش رو رسوند اونجا. ایران 4 فلسطین 1. یه بار دیگه حمله فلسطین در زمین ایران. فرصت دارن برای گل دوم توی عرض، میان و ضربه‌اش رو میزنن، بازم روی ریوان فرصت دارن و چه توپی برگردون حسین کنعانی. یک بار دیگه بازم محمد رشید، فرصت داره فلسطین، دور میزنه اونجا بازیکن خط حملهشون. پاس برای محمد صالح، ضربه‌ای که میزنه به سمت دروازه و بازم به ایران وند. یک بار دیگه توپگیری خوبه ملی پوشان ایران. محبی توی محوطه جریمه پا عوض میکنه، خود محبی فرستاد، فرصت داره ایران. جهانبخش ضربه‌شو میزنه و طارمی هم دخالت میکنه. خود مهدی طارمی ولکن نیستن ملی پوشان ما. سردارم اونجا حضور داشت و هی هامینداخت توپو بفرسته برای مهدی طارمی. سردار آزمون که نشد.
توپگیری دوباره ملی پوشان ما با عزت‌اللهی. طارمی آزمون، طارمی میخواد بچرخه، میچرخه و ضربش رو میزنه و در نهایت رامی حماده است. در نهایت حسینی پشت محوطه جمعی ایران، ضربه محکم به سمت چارچوب، واکنش بیرانوند توپ دور میکنه علیرضا بیرانوند. ضربه‌ای که اونجا به توپ زده میشه. توپگیری عالی از سردار آزمون، توپ خوشگل قاپید سردار و خطای مدافع تیم ملی فوتبال فلسطین. داور کارت قرمز میخواد نشون بده و اخراج. محمد صالح اخراج شد. خطایی که گرفته میشه و اخراج محمد صالح رو به همراه داشت. ببینیم نظرشون به چه شکل خواهد بود. کارت قرمز رو برگردوند. نگاه کرد به ساعتش داور قطری. پرتاب بازیکن فلسطین. سوت پایان مسابقه، پیروزی خوب تیم ملی فوتبال ایران